در حشر تازگی و آبادانی که روز شنبه برگزار گردید، رهبریت و کارمندان مرکزهای طبی و فرهنگ شهرمان فعالانه شرکت نمودند. از جمله کارمندان بخش فرهنگ اطراف بینای کاخ فرهنگ را از همه گونه پرتاب‌ها تازه نمودند. در بیمارخانه مرکزی شهر نیز کارهای تازگی و آبادانی به ترتیب آوردن اطراف بیناها انجام داده شد و ضمن صحبت مسئولین اظهار داشتند که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای باز هم خوشتر و زیبا ساختن بینای و انشاءات‌های ساحه تندرستی منتظم حشرهای دستجمعانه را ادامه می‌بخشند. موردی ذکر است که کارمندان مرکزی سلامتی شهر پنجکند و تولدخانه مرکزی در حشر متشکلانه شرکت ورزیده در اجرای کارهای تازگی و آبادانی سهم کلان گذاشتند. همچنان در نزد بینای کاخ لایق استادان و دانشجویان کالج طب به شنبگی برآمده و بهر تازه نمودن اطراف بینا سهم خویش را گذاشته ایستادند. من کریما و شکرانه دانشجوی کالج طبی شهر پنجکند، امروز ما در نزد بینای کاخ لایق قرار داریم و همه در قطار دیگر مردم دست جمعانه در شنبگی اشتراک کرده ایستادیم و در تازگی عامه سهم خود را گذاشتیم. ما باوری کلان داریم که رهبران تشکیلات و کارخانه ها، رئیسان جماعت و دیهات، محله های شهر و ساکنان دیار باستانیمان جهت آمادگی به روز وحدت ملی و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای باز هم تازه و آباد نمودن محل زیست نزد کارخانه و مؤسسه ها و منزل هایشان تدبیرهای مشخص را عملی می سازند. گزارش مرتبه رحمانова و خیام جوریف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.